زندگی عزت ساختن هست. ژاپنی موبایل ساخته، تو آدم بساز. ژاپنی ماشین میسازه، تو برو خود ژاپنی بساز. به ژاپنی بگو رب تو الله، خالق تمام عرش و فرش، لوح و قلم، جنت و دوزخ الله، سلطان سلاطین الله، شهنشاه الله، وراء الوراء الله، خالق کل شیء الله، مالک کل شیء الله. قبل از او کسی نبوده، بعد از او کسی نیه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. الله تعریف کن برای ژاپنی، موش پرستش بکنه. باز ترقی کرده. ترقی همینه که موبایل بسازه موش پرستش بکنه، موتور ژاپنی بسازه ستاره پرستش بکنه. بخیل شدیم. این قرآن فقط مال ما هست. همین 1,800,000,000 مسلمان کاش هم قرآن میخواندیم، به سال یک دفعه باز میکردیم. ما بخیل قرآن و کلام الهی و نماز و لذت عبادت رب العالمین نشیم. محمد از ما تنها نیست، از 7 میلیارد انسان روی زمینه. ای که نمیشناسن محمد کاریکاتور میکشن، محمد دشنام میدن، محمد توهین میکنن. من مسلمان آبروی محمد بردم، محمد آبرو داشت. امروز از شومی گناه من مسلمان که من کفش‌ها در مسجد دزدیدم، من مسلمان ظلم کردم، من مسلمان برادر خود قتل کردم، من مسلمان ظالم کافر میبینه از اسلام بد میبره محمد دشنام میده. ما اگر محمد تعریف میکردیم، اخلاق محمد میداشتیم، زیاد توضیح دادن، تشریح دادن، اسلام قبول کنیم، مسلمان بشیم. صحابه چی میگفت؟ کونو مثلنا یا ایها الناس، ای مردم مثل ما بشیم. صحابه خوب بودن، آنتی بیوتیک بودن، ضد میکروب بودن، عطر بودن، هر کس اونها رو به جان خود میزن. اما ما هر جا بریم مدرک کیسا خودم محکم میگیره. سر نماز هم استاد چی میگه؟ کیسا بر نظر حاله. چرا عزیزا ما مریض شدیم؟ برای تداوی مکتب سیار نبیه. مسلمان مرنگ گوشه نشینیه، گوشه خانه بنشین اللهو بزرگ شدم. بزرگ کسیه که داخل کوچه و بازار امت از جهنم نجات بده، دست کسی بگیره و مسجد بیاره. ما برای نجات بشر فرستاده شدیم. مصروف شدیم. زمانی که سرور آقا بودیم ما مصروف دین بودیم. ما عشق داشتیم، احساس داشتیم.